صد شخصیت افسانه‌ای ایرانی. قسمت اول، دوالپا. او شبیه پیرمردی ضعیف با بالاتنه‌ای شبیه به انسان است که پاهایی شل و تسمه مانند به اندازه 40 متر دارد. او سر راه رهگذران قرار می‌گیرد و با ناله، زاری و التماس بسیار از مردم طلب کمک می‌کند. آبری که حاضر می‌شود کمک کند، به محض اینکه او را روی کولش سوار می‌کند، پیرمرد پاهای تسمه مانندش را بیرون می‌آورد و محکم دور کمر آبر می‌پیچد و او را برده خود می‌کند. اگر قربانی بخواهد او را پایین بیاندازد، آنقدر به کمر و پهلوش فشار می‌آورد که آن شخص خفه شود. تنها راه نجات از شر دوالپا این است که مستش کنند تا آبر این گونه از دست او خلاص شود. سوال اینه، چرا ما این افسانه ها رو فراموش می‌کنیم و ازشون در تبلیغات استفاده نمی‌کنیم؟ برای افسانه های بیشتر آرن رو دنبال کن.